ها گیلاکی اشکال خیریت یار است خیریت یار شکر فضل خدا خیریت بود خیریت نه خب چی می خیریت شکر نه میگم کار داری در سر ما آها در سر میگم خیریت میگی نه ما گفتم هم یک چرخ زحمت بکش بیا بریم می گوسپندمون قصاب بکشتک انامینات پوره پوره کو شخ قصاب بکشته خود شق نکرده نه اون نمیتونست از او قوت نبود چطور قصابی بید همه چلچله گندم کشم اموک زرنیه بچه مامانه روز قصاب با من نمیتونم خب قصاب گفتن ما به شما رو میکشم انا گفتن باز خود شما رو پوله پوله کنی شخ کنی اصلا من قصابم خود شخ کنم نه خب پیار ما گفتن بگو سکمی رمضان بیایه دبلتر مثلا شاید یک پوری بتونه گیلک جو برارم تو برو قصابی بیاره دو کار من یه کور چرخ همین 5 دقیقه تا در سلام شما بیایید او گفتن کی گفته بیار من حالا ما وضو گیرم نماز خونم خب برو من وضو گیرم نماز خونم میایم پوله پوله کنیم بریم بابا ما به خود رسد گوشت شما رو هم بدیم ما رسد گوشت نمایم برو با خاطر لندی ماییم برو من وضو گیرم نماز بخونم میایم برو با بیای یه تلاشه که دیر پاس میام گیلک جو برو میام برو برو واکنیم السلام علیکم مامان رو دیشتنیم جور اول خوبه همین گوسپنده یلا کنی که من بکن شما کار دارم میرم وقت نیه کوکو جو کی برات تو آموده؟ گیلک بچه شما گفت پیار ما گفته بیا همین گوسپنده داری قراری کده و بکن گفتم گیلک جو خوبم ولی من به طور میکشم من ریزه کرده نمیتونم مگاری بری یک قصاب دگیر بیاری اون رای کردم برای قصاب دگیر که با او به شما ریزه کنه مده اون من میکشم بس هر گیلک نفر ورفتاده که از هزان جو برات توی گوجه بیا آموده برو کوکو برات کار تو گوسپند کشته نمیتونی برو کوکو برات کار برو دیگه مامان امروز بچه شما گرد داده به دونیم ساعت که ما بیام گوسپند دونیم ساعت همین دونیم ساعت بیشتر که تو بیام اتگوری ابر مرغ یک نداره برو کوکو برات کار برو گوسپند نمیرم مامان امروز برو بده برو دیگه یعنی از دروغ هم آدم ارجیخ کرده کوکو جمهور برات آدم فامیدی ری کدوم برات آدم کلونه بیا کجا خط تو بیام اتخاذ کنی خدا مامان امروز زمانی به فامیدگی شما توش نمیبرم لب یا پس بیار برو خیر برو 100 نفر دیگه ببرم برو کوکو من نمیام ما مامان امروز خودی گرد دادم برو که تابیش میزن برو دیگه چاری سلام علیکم سلام علیکم بابا این کره کدوم برای قصابی و جان استاد بیام که گوسپند مر بکن بچه ادی نگاه که گوسپند خوشه میتونه کوکو اما شما رو میگم میکشم بله یا گوسپند بلندی سونو که لندی کنی خوبه ولی بیا ما که من میکشی یک کجا قصی میتونه گوسپند بکشه بچه اشا ما بیایم کار داریم بیایم بریم که ما بکشم کوکو جاگون کار دو ساتون نمیدونم خودم کار خود میکردم دیگه هیچ چیز ندارم لالا من میکشم برو کوکو برات کار برو بیشتر نمیتونم برو دیگه اصلا مخرب من نمیرم بابا نرید اینه این ساعت بعدی من میرم برو کوکو برات کار برو دیگه اما نرید کوکو جون کار ندارم بازم سایه یالا تو ماما نرید من گوسپند برو کوکو برات کار برو یالا برو برات کار برو برای لالا من میکشم افزای مانا بسپن ماما نرید دگه بدم قصه بیم هم نیاین دگه ما و شما از همسایگیری چی شما ری طرف چی ما ری طرف چی این قصه بی سر کچه برو کوکو برات کار برو دگه ماما نرید بدم قصه بیم و نیاین برو دیگه برو با 4 روز بعد بده میاین بله یا بله کی بود سلام علیکم خیریت بخیر آماده گوسپند شما گوسپندم آماده چره خاطر گیلک بیام آماده یاد 20 دقیقه پیش بیام در سلام گفت اگه این گوسپند قصاب بکشته بیایم امیر شخ کنه و چوکا کنه
گفتم خوب گپی نه، ما برو وضو گیرم دست نماز خونم میایم. کوکو جون من برای یک کار ساتول ریکم گوسفند 100 نفر هم میکنم. نه اون مثلا از ما و شما نیه. نه مثلا نیه، من فقط برای یک کار ریکم خود یک ساتول دم قصبی و در سرشون اومده. بیا ما در سرا ما گفت کمی گوسفند قصاب کجیر قصاب بکشته سر بریده شما بیایم شخ کنیم چوکا چوکا کنیم. من یک چیز به شما میگم کجیر قصاب میتونه گوسفند بکشه. دیگه من اون نمیفهم. حتی من بزو گفتم من گفتم کسی میآورد که اون میکشته کو اون چوکا چوکا میکرد. هم قصابی که تو بیاری اون میکشه پوست میکنه یا اگه بپلونه میپلونه به شما بعد چوکا چوکا میکنه خلاص. گفتم باشه برو الان من نماز خور بخونم میاد. من ریکم برای یک کارد ساتول ریکم خود من میتونم گوسفند بکشم خود من میتونم پلونو چوکا چوکا میتونم کرده حتی وچام اینا کش کرده میتونم. نه من میفهمم یک گوسفند ارزش نداره که برای 10 نفر. خیر باشه که شما کار نداشتین گفت اینه گیلاگ مثل که نفهمیده. مشکلی نداره. برای کارد قصو دیتا برای کارد ساتول ری میکنم و در سر اگه داره ساتول کمان نداره ما کارد گوسفند کشی شاید داشته باشیم. خودم رو برای کارد که اگه با کار بود مشکل نداره گفت. بخیر بین. بخیر باشه. گیلاگ دیگه کی هوشیار میشه؟ من چیکار کنم خودم؟ من این ری کدو برای یک کارد ساتول ری کدم اون قصاب خود تکا کرده آورده که گوسفند بکشه. این ری یکی منطقه رو سرگردان کرده که بیا ما چوکا چوکا کنه. این چی رقم آدمی؟ بله. سلام علیکم. و علیکم. ماماندار باشین خوبه؟ یا الله بگین جلوشین. خیریته؟ رخکار داریم ماما. چره؟ گوسفندمون پوست کنم. برو کوکو برات کار خوب گوسفند خود ما بکشم خود من پوست میکنم کوکو خوب کردم برو. خب میفهم بکشتیم برات من رای نکردین که بیام پوست کنم گوسفند شما. کی برات تو رای کردم کوکو؟ گیلاک بچه خود رای نکردین. من گیلاک بچه خود برات کار دو ساتول پیش قصاب دیدم که چه رای کردم کوکو خوب کردم برات تو رای کردم. ماما بیام در سرا ما گو پیار ما گفتم. برو یک شما بده کوکو جو معذرت میخوام برو پیار خوب کردم بده. اون روز من بجای باور کنین رفتنی بدم به خاطر این گوسفند شما نرفتم بیام. بابا جان یک گوسفند خود ما میکشون خود ما پوست میکنم خود ما تیار میکنم پیار خوبه که آمین سر صدای ندارم ما چرا رای میکردیم مردیونه جون میکرده که مردم یک گوسفند میکشه به زمین ما که شما زمین بودم یه مر بزنیم طلبکار شدیم ماما برات تو مردم برات لگه بیا گوسفند پوست کو بالا بعد کده بچیم برو برات کار خود برو یک گوسفند فکر کنم بسته منطقه شما گوسفند تو سیکو تو همون دا فکر نمیکنه که کی بله شما سلام علیکم. علیکم السلام خوبه تعصب شما خرابه ما خیریت باشه. حساب خرابه همین خراب میشه. چرا چی گپه؟ ما بچه خوره کدوم برای یک کارد ساتوله این نفر پنجمی که شما تک تک کردین خیریت باشه خوبه. ما کله پارچه فروخته بود اگه این پولا رو آوردم تو اگه میشه اون رو بیاری. چی فروخته شما؟ کله و پارچه گفت ما نمیخوریم خوش نداریم. من پولا رو بیاوردم گفتم من رو اگه بیاریم. برو کوکو برای کار کن برو آرام برو بازم را کی بیاین برو خود به کله پارچه مراد. برو ما قدر رو ما بیامدم بدم خونه ما چیر شو گفتم. کار ما یلا میکنیم یا نمیکنیم برو کوکو برای کار برو دیگه یلا کرات من گو ما خوش ندارم شما میگیم برو کوکو برای کار خورو عجب مردم اینا این نفر پنجم چی رقم روزگاریه من دست گیلک دیونه شدم خدا ور دیونه کنه خیلی چی رقم انسانو بدهی تا به کی مبزی بگم همون زر عقل کمال نده که تو 10 نفر بسان بشه نمسته یک گوسفند لنده یک برای کله پاچه میره یک میره که اون پوست کنه یک میره اون چکو چکو کنه یک هم میره خود یک و جنگل چکو میره پیر سر برده چی رقم مردم اینو